بچه میبینین که ما در ایتالیا رسیدیم. بعد 2 روز 3 روز در راه بودیم، جاهای مختلف ایتالیا رو گشتیم و یک دفعه تصمیم گرفتیم با دوستایی که با ما بود، خلاصه تصمیم گرفتیم که بیایم به سمت مونتروز آل ماریا. اینجا یک منطقه خیلی قشنگ و توریستی بود و هوای خیلی مناسبی داشت، نه گرم بود نه سرد بود، نسبتاً به سمت کوهستانای گنواش بود. سمت مونوکو میشه ولی نرسته به مونوکو و گنوا و این برا میشه. خلاصه یک روز خیلی عالی بود، جایشون خالی بود، واقعا خوش گذشت، آب و هوا همچین در تاب دل بود همجوری. خلاصه خیلی خسته شدیم، لوکیشن هم ما رو جاهای خیلی خیلی نادرستی برد، راه های خیلی غلطی رو برد، ما رو از هاوپشت راسته آورد، ما رو از اتوبان نیاورد. خلاصه یکم اذیت شدیم چون جاده خیلی پیچ داشت، حالت هوا گرفته بودیم. خدا رو شکر میتونستیم هر جایی که وایسیم یک پاوزه‌ای بکنیم، یک استراحت کوچیک انجام دادیم و دوباره راه میافتادیم. خیلی لذت بردیم و بعد سفر یه روزه‌ای که اینجا داشتیم دوباره برگشتیم به سمت پادوای ایتالیا، از اونجا به سمت سوئیس اومدیم. ولی جاتون خالی بود بچه ها. امیدوارم که شما بیاین و از این منظره قشنگ لذت ببرید.